أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم احتقار المسلمین، یعنی که باب در مسئله حرام بودنی خوار شمردن و تحقیر کردن و توهین کردن مسلمان ها. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 آیت و 3 حدیث برایمان تقدیم میکند. اولین آیت که امام نووی می آورد سوره حجرات آیت 11 می باشد. امام نووی رحمه الله می گوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات آیت 11 می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الله سبحانه و تعالی میگوید: یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید، ای اهل ایمان. وقتی که الله سبحانه و تعالی ندا و فریادش را خاص میگرداند به عده از مردم، پس معناش چنین است که ای کسانی که ایمان آوردید، باید شما از این گفته الله آگاه باشید و با این چیز نزدیک نشوید. لا یسخر قوم من قوم، یعنی مسخره نکند قوم دیگری را، یعنی گروه از مردان گروه دیگر از مردان را نباید مسخره بکنند. وقتی الله سبحانه و تعالی در اول آیت اهل ایمان گفته فریاد کرد، پس مسخره کردن این ضرر به ایمان دارد. مسخره کردن ایمان انسان را ضعیف نشان میدهد. مسخره کردن دلالت میکند که انسان فرموده الله را قبول نکرد، زیرا اینکه الله گفت لا یسخر، الله نهی کرده ایستاده است، الله منع کرده ایستاده است، الله باز داشته ایستاده است که ای مؤمنان، ای اهل ایمان، لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکند گروهی از مردان گروه دیگر از مردان را. چرا؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید آن گروه را که مسخره می شوند بهتر باشد از اونهایی که مسخره می کنند. یعنی اونهایی که مسخره شده ایستادند، اونهایی را که تحقیر کرده ایستاده اید، اونهایی را که خار شمرده ایستاده اید، آنهایی را که شما رنجانده ایستاده اید، شاید آنها از شما بهتر باشد، شاید آنها از شما بالاتر و خوبتر و افضلتر باشد. از این حساب است که الله سبحانه و تعالی میگوید که عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید آنهایی را که شما مسخره میکنید بهتر باشد از شما ای مسخره کنندگان. ولا نساء من نساء، الله سبحانه و تعالی همچنین میفرماید نباید مسخره بکنند گروه از زنان گروه زنهای دیگر را. همچنین زنها هم با یکدیگر را مسخره نکنند. اگر مسخره کردن در ایمانشان ضرر است، اگر مسخره کردن در ایمانشان نقص است، اگر مسخره کردن پس گپی الله را قبول نکردن که الله گفت لا یسخر، نباید مسخره بکند اهل ایمان. چرا زنها گروه از زنها گروه دیگری زنها را مسخره نکنند؟ الله میگوید عسى ان یکن خیرا منهن،
آن زنهایی که مسخره می شوند شاید بهتر باشد از این زنهایی که مسخره کرده ایستادند. از زنهای مسخره کننده ده شاید بهتر و افضلتر باشد. پس نباید مسخره کرده شود. مسخره کردن این تحقیر کردن مسلمان است. الله سبحانه و تعالی این را حرام گردانده است و این از گناهان کبیره می باشد. مسخره کردن از گناهان کبیره هست. بعد از این الله سبحانه و تعالی می گوید ولا تلمزوا انفسکم. الله می گوید که طعنه نزنید خودتان را، عیب جویی نکنید از خودتان. یعنی چی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی ما و شما مؤمنها را همه امان را نفسی واحد قرار داده است. یعنی که میگوید چی طوره که انسان خودش را مسخره نمی کند، چی طوره که انسان خودش را عیب جویی نمی کند، پس از مسلمان دیگرم نباید عیب جویی شود، نباید مسلمان دیگرم مسخره شود. ولا تلمزوا انفسکم، خودتان را، مقصد از خودتان یعنی دیگر مؤمنها و دیگر مسلمانها را همچنین به مثل نفس خودتان بدانید و آنها را مسخره نکنید، آنها را تحقیر نکنید. پس الله میگوید ولا تلمزوا انفسکم، طعنه و عیب جویی نزنید خودتان را، یعنی که دیگر مسلمان ها را همچنین الله دیگر مسلمان ها را به مثل نفسای هر یک شخص برای خودش قرار داد که چطوری که برای خودت را عیب جویی و طعنه زنی نمی کنی، پس دیگر مسلمان ها را همچنین این کار را نکن. بعد از این الله میگوید ولا تنابزوا بالالقاب. الله سبحانه و تعالی میگوید پس شما همدیگر را با لقب‌های بد و با لقب‌های زشت و با لقب‌های ناسزا فریاد نکنید و لقب گذاری نکنید. یکدیگرتون را شما لقب گذاری نکنید با لقب‌های بد، با لقب‌های ناشایسته، با لقب‌های زشت. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. الله سبحانه و تعالی میگوید پس از ایمان آوردن فسق و بدکاری اسم و رسمی بدی می باشد. یعنی چی؟ یعنی بئس الاسم الفسوق، یعنی چقدر بد است اسم الفسوق، یعنی کسی را فاسق گفتن و کسی را کافر گفتن و کسی را نام غیر شرعی دادن بعد الایمان، بعد از مؤمن شدن. بعد از اونه که کسی مؤمن می شود اون را کافر گفتن چقدر بد است. بعد از اونه که اهل ایمان گشتید و مسلمان گشتید دیگر مسلمان را تحقیر کردن، دیگر مسلمان را سخن بد گفتن، عیب جویی کردن چقدر بد است، چقدر ناشایسته و چقدر زشت است میگوید الله سبحانه و تعالی. بعد از این الله میگوید و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. یعنی هر کسی که توبه نمی کند از مسخره کردن و از طعنه زدن و از عیب جویی کردن و از لقب گذاشتن و از کافر گفتن دیگر مسلمانان و از فاسق گفتن دیگر مسلمان ها، فاولئک هم الظالمون. الله سبحانه و تعالی میگوید پس این طایفه مردم همون مردم ظالم و همون مردم ستمگار و همون مردمی از دایره شرع بیرون شده می باشند که در حق خودشان و در حق برادرهایشان ظلم و ستم کرده ایستاده اند. پس الله سبحانه و تعالی میگوید ای اهل ایمان، مسخره کردن را بس کنید اگر می کردید، اما مسخره نکنید و از مسخره کردن و لقب گذاری دور باشید. پس این بود آیه که حرام بودن خار شمردن و تحقیر کردن و مسخره کردن و پس شماریدن
اهل ایمان را حرام اعلان کرده است الله سبحانه و تعالی. این بود اولین آیت در زیر این باب. و دومین آیت در زیر این باب، امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره همزه آیت یکم، الله سبحانه و تعالی میگوید ویل لکل همزه لمزه، یعنی ویل باد، الله سبحانه و تعالی میگوید ویل باد برای کسانی که، ویل این یک مکان دهشتناک است، این برای هشدار دادن هست که قرآن در بسیار جایها وقتی که یک عمل زیشت را، وقتی که یک عمل ناشایسته را، وقتی یک صفت بد را بیان کردنی می شود، کلمه ویل را استفاده برده هشدار می دهد اون شنونده را، هشدار می دهد گوش کننده را که ویلون، ویل باد لکل همزه لمزه، برای هر کسی که بسیار عیب جوینده و بسیار طعنه زننده می باشد. همزه کسی که بسیار عیب جویی می کند و لمزه کسی که بسیار طعنه می زند. پس الله سبحانه و تعالی میگوید برای اینها همزه باد، برای اینها ویل باد. همزه این صیغه مبالغه است، یعنی بسیار عیب جویی کردن. لمزه همچنین صیغه مبالغه است که بسیار طعنه زدن. الله سبحانه و تعالی میگوید برای اینها ویل باد. درباره همزه و لمزه علما قولهای زیاد دارند، از جمله همزه بسیار عیب جوینده را میگویند، همچنین کسی که با دستش عیب جویی میکند و مسخره میکند، یعنی در حالت مسخره کردن یک مسلمان، در حالت یک مسلمان را آزار دادن، با دستانش عیب جویی میکند، این را میگویند همزه. با دستانش اشاره ها میکند، با دستانش کارهایی را میکند، اون انسان را مسخره میکند. انا همین کارهایی که با بدنش انجام میشه، با چشمانش یا با لبهایش وقتی مسخره میکند با این اندامهای بدنش، این را میگویند همزه. و لمزه باشد این با زبان میشود که انسان کسی دیگر را با زبانش عیب جویی میکند و با زبانش مسخره میکند و با زبانش اون را طعن میزند و پست میشمارد، این را لمزه میگویند. همچنین بعضی از عالم‌های دیگر میگویند که همزه یعنی کسی را که از پشتش تو عیب جویی میکنی و از دنبالش میگردی و در نزدش سکوت میکنی، از پشتش کارها تا دیدن میگیری و گپش میزنی و تحقیرش میکنی، این همزه است. و لمزه باش، همزه در روبرویش هست، همزه در روبرویش هست که در روبرویش از آن، یعنی اون انسان را تحقیر میکنی و مسخرهش میکنی و عیب جویی میکنی. لمزه باشد این در غایبش است که در پیشت نباشد، از پشتش عیبهای او را میگویی و او را تحقیر میکنی و او را پست میزنی و او را خورد میشماری، این را میگویند لمزه وقتی که در نزدت نباشد. پس این بود دو آیت در زیر باب حرام بودن، تحقیر کردن مسلمان ها. با همین دو آیت خلاص شد و بعد از این امام نووی رحمه الله میگذرد در قسم حدیث های این باب. اولین حدیث این باب حدیث 1573 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1573 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید بحسب امرئ من الشر، همین قدر بدی
کفایه میکند و کافی و بسنده است برای شخص ان یحقر اخاه المسلم، که برادری مسلمانش را تحقیر بکند. یعنی ای شخص، ای انسان، ای مرد و زن، همین قدر بدی برای تو کافی است و بسنده است که تو یک برادری مسلمانت را تحقیر بکنی، یک برادری مسلمانت را خورد بشماری و یک برادر مسلمانت را کوچک بدانی. همین قدر تحقیر برای تو، به همین قدر پسیفتی و همین قدر بدی برای تو بس است ای مسلمان. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. و قد سبق قریبا بطوله، این حدیث پیشتر به نزدیکی با طولش، یعنی که با طولانی و کاملا این حدیث آمده بود که در بابهای پیشین ما و شما این حدیث را خوانده بودیم که در حدیث 1569 کتاب ریاض الصالحین است که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که حدیث طولانی این قسم از انا همون حدیث 1569 می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث دیگری از کتاب ریاض الصالحینش را می آورد که حدیث 1574 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1574 کتاب ریاض الصالحینش می گوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند داخل جنت نمی شود هر کسی که در قلب اون مثقال ذره، به اندازه ذره از کبر باشد. یعنی هر انسانی که کبر دارد، انسان کبردار داخل جنت نمی شود. فقال رجل، پس میگه مرد گفت این الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا، گفت هر آینه مرد دوست می‌دارد که لباسهایش زیبا باشد، و نعله حسنة، و همچنین پاپوشی‌هایش زیبا باشد. آیا این هم در کبر است؟ یعنی آیا این هم ناجایز است که انسان لباسی زیبا بپوشد و پاپوشی و کفش‌های زیبا بپوشد؟ آیا این هم ناجایز و در قسم کبر می‌دراید؟ سوال کرد مرد. فقال، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله جمیل، گفتند که الله جل جلاله زیبا می باشد در ذاتش و در صفاتش و در افعالش. الله سبحانه و تعالی زیبا می باشد. یحب الجمال، الله سبحانه و تعالی زیبایی را دوست می دارد که در بندگانش همچنین زیبایی را ببیند. یعنی که لباس های زیبا پوشیدن و کفش های زیبا پوشیدن این دلالت به کبر نمی کند، بلکه این عمل نیک و شایسته است که یک انسان ماشین زیبا بخرد برای خود، یک انسان خانه زیبا بکند برای زندگی خود، و یک انسان لباس های خوب برای خود بخرد، لباس های زیبا بخرد. اینها در قسم کبر نمی درآیند. گفت این زیباگی است، الله زیبا را دوست می دارد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبر را بیان کردند که کبر یعنی چی. رسول الله گفتند که الکبر بطر الحق، گفتند کبر کردن سرپیچی کردن از حق را میگویند. یک انسان حق را وقتی که میشنود سرکشی از آن حق میکند، سرپیچی از آن حق میکند، این را میگویند کبر. حق را قبول نمیکند، این را میگویند کبر.
و غمط الناس. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن همچنین کبر یعنی تحقیر کردن مردم، خورد شماردن مردم و مردم را کوچک دانستن و به ارزش دانستن، این خود کبر است که دیگرها را به ارزش بداند، دیگرها را به قدر و به منزلت و جایگاه بداند، یا یک کس را از قدر و منزلت خودش پایان بداند. این گفت از قسم کبر است، این حرام است. انا هر کسی که این چیزها را با خود داشته باشد اون انسان داخل جنت نمی شود. رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. رواه مسلم، این حدیث مسلم می باشد. و معنای بطر الحق دفعه، یعنی حق را دور کند، سرپیچی از حق کند، قبول نکند، رد کند حق را، این را میگن بطر الحق. و غمطهم یعنی احتقارهم، تحقیر کردن مسلمان ها را میگن غمط. پس این هم حرام می باشد در اسلام. این بود حدیث 1574 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1575 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید: و عن جندب ابن عبدالله رضی الله عنه قال. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1575 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از جندب ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: قال رجل، گفت مرد، یک مرد میگه گفت که والله لا یغفر الله لفلان، گفت قسم به ذات پاک، قسم به الله که نمی بخشد الله فلانی را. یک انسان میگه قسم یاد کرد که قسم به الله که الله فلان انسان را نمی بخشد. اون انسان زنده بود، در قید حیات بود، این انسان قسم یاد کرد که الله اون انسان را نمی بخشد. فقال الله عز و جل، پس میگه در جواب قسم این انسان الله سبحانه و تعالی جواب داد و گفت که من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، گفت کی هست که به نام من قسم یاد میکند، کی است که به نام من قسم میخورد که الا اغفر لفلان، من فلانی را نمی بخشم. یعنی اون انسانی که قسم به نام من یاد میکند که من فلانی را نمی بخشم، اون کی هست؟ اینی قد غفرت له، در حالی که الله سبحانه و تعالی میگه من همون انسانی را که قسم خورده است که من نمی بخشمش، من اون انسان را بخشیدم. و احبطت عملک، و باطل گردانیدم و ضایع گردانیدم و تباه گردانیدم عمل تو را ای انسان قسم خورنده که تو قسم میخوری که الله فلان کس را گناهش را نمی بخشد. پس این عمل بسیار زشت و بد است که انسان قسم بخورد که الله فلانی را نمی بخشد، یا قسم یاد بکند که الله فلانی را هدایت نمی کند. این عمل زشت و عمل ناشایسته و عمل ناخوب می باشد. نباید انسان این صفت را با خود داشته باشد که بگوید در وقت چی گیزله شود، چی کسی در حقش ظلم بکند، چی کاری هم در حقش شده باشد، قسم بخورد که الله فلانی را نمی بخشد بگوید، یا الله فلانی را هدایت نمی کند بگوید. این عمل بسیار عمل زشت است. الله سبحانه و تعالی را غضبش می آمده است که الله اون انسان را هدایت می کند و می بخشیده است، و اما این انسان قسم خورنده را، اما این انسانی که قسم یاد کرده است، الله سبحانه و تعالی این را خوار و ذلیل می گردانده است. الله سبحانه و تعالی دعای بنده که صادق باشد دعاش قبول می کند. اگر که قسم یاد کرده دعای نیک بکند، الله سبحانه و تعالی دعاش قبول میکنه. چطوری که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید رب عشعث اغبر مدفوع بالابواب، میگه
چقدر بسیار انسانهای ژولیدموی اغبر غبارآلوده که مدفوع رانده شده بالابواب می باشد، رانده شده از درها می باشد، اون انسانهای ژولیدموی و اون انسانهای غبارآلود و خاکالود که از تمام درها رانده شدند، لو اقسم علی الله لابره، اگر قسم یاد بکنن انا همون انسانهای خاکالود و ژولیدموی و غبارآلودی که از درها رانده شدن، اگر قسم یاد بکنن به الله جل جلاله، لابره، حتما الله سبحانه و تعالی قسم اونها را محقق میگرداند و الله سبحانه و تعالی قسم اونها را قبول میکند. یعنی که انسان اگر عمل شایسته و نیک و عمل درست قسم یاد بکند، الله سبحانه و تعالی عملش را قبول میگرداند. وقتی که در یک کار حق نداری که قسم بخوری که الله فلانی را نمی بخشد، این حقی تو نیست ای بنده، پس این عملی تو سبب می شود که الله سبحانه و تعالی خودی تو را شرمنده می گرداند و الله سبحانه و تعالی خودی تو را خوار و ذلیل می گرداند که عملها تا برباد می دهی و الله سبحانه و تعالی اون انسان را که تو دربارش قسم خورده اون را الله خودش هدایت می کند. رواه مسلم، این حدیث 1575 کتاب ریاض الصالحین را امام مسلم روایت کرده است. این بود آخرین حدیثی باب حرام بودنی تحقیر کردنی مسلمان ها. با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب نهی عن اظهار الشماتة بالمسلم، یعنی که باب در مسئله منع بودنی آشکار کردنی شماته. شماته یعنی چی؟ شماته یعنی که اظهار کردنی خوشحالی و شادی به ناراحتی و غمگینی دیگران. وقتی یک انسان دیگر غمگین است تو اظهار شادی و خرسندی میکنی، یک انسان دیگر بسیار در غم غوطیدگی است تو اظهار خرسندی میکنی، یک انسان دیگر در پرابلم ها افتیده است تو حال اون را دیده به حال اون خنده میکنی و تو به حال اون شادی میکنی. این حرام است، این ناجایز است و این نادرست است که ما اظهار خرسندی بکنیم در غم یک مسلمان، در غم یک برادر مسلمانمان اظهار خرسندی کردن و اظهار شادی کردن، اسلام این را منع میکند. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 آیت و 1 حدیث برایمان تقدیم میکند. اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب میارد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات آیت 10 گفته است که انما المؤمنون اخوه، هر آینه مؤمنها برادر یکدیگر هستند. پس ببینید این آیت چی دلالت میکند؟ به منع بودنی آشکار کردنی خرسندی و خوشحالی در غم دیگر مسلمان. این آیت چی دلالت میکند؟ وقتی که انسان یک برادر مسلمانش در غم و اندوه است آشکار میکند خودش را با شادی یا خرسندی و شادیش را آشکار میکند، ضد این آیت میبراید. چرا؟ زیرا که الله سبحانه و تعالی میگه انما المؤمنون اخوه، یعنی مؤمنها برادر یکدیگر هستند. وقتی که اون برادر تو در مشکلات و آن برادر تو ناراحت است و آن برادر تو در غم است، تو نباید خوشحالی بکنی. اگر خوشحالی کردی پس تو ضد این آیت برآمدی. وقتی تو خوشحالی کی کردی ضد این آیت برآمدی، پس این را اسلام منع میکند. ضد آیت برآمدن منع و ناجایز و نادرست است. پس این آیت را امام نووی رحمه الله برای همین خاطر آورده است که ای بنده ضد این آیت نبرا که هر مسلمان در هر قطعه زمین هست، هر مخالفتی که با تو داشته باشد، وقتی که در مشکلی می افتد، وقتی که ناراحت و غمگین می شود، نباید تو خرسندی آشکار کنی و اون انسان را در اون غمش تو خرسندی آشکار کنی و خرسند شوی که اون با اون غم و اندوه گرفتار شد. این ضدی این آیت است و
این کار را کردن حرام می باشد. هر مسلمان در هر قطعه زمین باشد. این بود اولین آیت. و بعد از این دومین آیت را می آورد، میگد و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره نور آیت 19 می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیت 19 می فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا. الله سبحانه و تعالی میگوید هر آینه کسانی که دوست می‌دارند ان تشیع الفاحشه، این که کارهای زشت و فاحشگی پهن شود و منتشر شود، فی الذین آمنوا، در بین مؤمنان، در بین کسانی که ایمان آوردند. یعنی کسانی که دوست می‌دارند فاحشگی را و کارهای زشت و کارهای بد را در بین مؤمنها نشر و پهن بکنند، پس اونها میگد لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. برای این طور مردم میگوید عذاب دردناک هم در دنیا و هم در آخرت می باشد. برای این طور انسان ها عذاب دردناک است هم در دنیا. چطور علما میگویند الله سبحانه و تعالی در دنیا اون انسان رو کور میگرداند، کر میگرداند، شل میگرداند، به سببی که دوست می‌دارد در بین مسلمان ها کارهای زشت و فحشا منتشر شود. پس این سبب می شود که در دنیا این انسان را عذاب دردناک انتظار است. کوری و کری و شلی و زبانگیری اون انسان ده برای اون انسان را انتظار است، به این عذاب کرده می شود اون انسان. اما در آخرت اکنون معلوم است که زیر غضب الهی می رود و اون عذاب دردناکی که جهنم است آن را خواهد چشید. اون کسانی که پهن میکنند و نشر میکنند کارهای زشت و بد را در بین مسلمان ها. میتوانیم ما و شما نمونه اش را امروز بیاریم. این کانکورس کردن و این قماربازی ها را رکلام کردن و این فبرلیک و دیگر کارهای تجارتی حرامی که هستند اینها را پهن کردن از همین طایفه مردمی هستند که میخواهند در بین مسلمان مردان و زنان فحشا و زشت و کارهای بد و قمار و حرامخوری منتشر شود و پس میگیرند پهن میکنند در شبکه‌های اینترنتی. پس کسانی که این کارها را میکنند و توبه نکنند اگر شامل این عذاب زیر این آیت داخل میشوند که در دنیا هم عذاب را خواهند دید و در روز قیامت هم عذاب را خواهند دید. آن کسانی که در بین مسلمان ها فحشا و بدی را نشر و پهن میکنند. پس این دومین آیت است که درباره منع بودن آشکار کردن خرسندی و شادی در ناراحتی دیگر مسلمان ها. این هم همچنین مخالفت، یعنی که کسی که وقتی که به حال یک مسلمان خنده میکند ضد این آیت برآمده است، ضد این آیت برآمده است. نباید انسان این صفت زشت را با خود داشته باشد. این بود دومین آیت در زیر این باب. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیثی که یک حدیث در زیر این باب آورده است، میگوید این حدیث 1576 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1576 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن واثلة بن الأسقع رضی الله عنه قال، یعنی که از واثله ابن اسقع رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تظهر الشماتة لأخیک. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند آشکار نکن شماتت را، یعنی که اظهار خوشحالی در غم برادرت نکن. لا تظهر الشماتة لأخیک، اظهار خوشحالی در غم برادرت نکن ای مسلمان. فیرحمه الله و یبتلیک. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس شاید این
عمل زیشتی تو سبب شود که فیرحمه الله، الله سبحانه و تعالی مورد رحمتش قرار بدهد اون انسان را، اون برادرت را که در غم و اندوه بود، پس و یبتلیک، و تو را گرفتار آن بکند. یعنی الله سبحانه و تعالی قادر و توانا است که اون انسان رو از اون غم و اندوه و مشکلات و پرابلم ها آزاد بکند و تو را گرفتار مشکلات و پرابلم ها و سختی ها و دشواری های بگرداند و غمی را به بالای سرت بیارد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید از این حساب است که بعد در غم و اندوه برادر مسلمانت شادی نکن. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و گفتگی است که این حدیث حسن می باشد. بعضی از علما این حدیث را ضعیف است میگویند. و فی الباب، و در زیر این باب، یعنی به همین معنای این باب، حدیث ابی هریره رضی الله عنه السابق فی التجسس، یعنی که حدیث ابو هریره رضی الله عنه که پیشتر در باب تجسس خوانده بودیم، در همون حدیث هم میگوید دلالت به این معنا میکند. حدیث ابو هریره که حدیث 1569 می باشد، که همون حدیث 1569 هم میگوید به همین معنا دلالت میکند، که در اون حدیث آمده بود که قسمی از اون حدیث که کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله، یعنی هر مسلمان را بر بالای مسلمان دیگر حرام می باشد خونش و آبرو و ناموسش و مالش بر دیگر مسلمان حرام می باشد. پس میگوید این حدیث هم دلالت می کند که آشکار کردن خرسندی و خوشحالی در غم یک برادر در اسلام منع است و حرام است و ناجایز می باشد. این بود باب باز داشتن از آشکار کردن خوشحالی در مصیبت و در غم دیگر برادری. با این باب، با این حدیث به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب تحریم الطعن فی الانساب الثابته فی ظاهر الشرعی، یعنی که باب تحریم الطعن، باب در مسئله حرام بودن طعن زدن فی الانساب الثابته، در نسب‌هایی که ثابته هستند، فی ظاهر شرعی، در ظاهر شریعت. آن نسب‌هایی که در ظاهر شریعت آنها ثابته هستند، پس حرام است که به آن نسب‌ها طعن زده شود. این باب نو هست که امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و یک حدیث میارد. آیتی که در زیر این باب میارد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیت 58 گفته است که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یعنی آن کسانی که آزار میدهند، آن کسانی که میرنجانند مؤمن مردان و مؤمن زنها را بغیر ما اکتسبوا، بدون آنه که مرتکب گناه شده باشند، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. الله سبحانه و تعالی میگوید پس واقعا اونها بر دوش گرفتگی هستند بهتان و گناهی آشکارا را، اون انسانهای آزاردهنده و اون انسانهای رنجاننده پس بهتان و گناهی آشکار را در نامه اعمالشان گرفتن، بر دوششان گرفتن، یعنی که گناهی کبیره را انجام دادن. این آیت را در درس‌های گذشته با تفصیل
بیان کرده بودیم. پس این بود یک آیت در زیر این باب. بعد از این امام نووی رحمه الله یک حدیث در زیر این باب آورده، میگوید حدیث این باب حدیث 1577 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1577 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت، حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اثنتان فی الناس هما بهم کفر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید دو خصلت و دو علامت هست در بین مردم، در مردم وجود دارن. اون دو خصلت هما بهم کفر، که آن دو خصلت به مردم کفر را می آرد، یعنی که از خصلت‌های کفر می باشد و از خصلت‌های جاهلیت می باشد. هما بهم کفر، اون دو خصلتی که در بین مردم هست کفر، یعنی از خصلت‌های کفر و از خصلت‌های جهل و از جاهلیت مانده است آن دو خصلت. آن دو خصلت چی می باشد؟ یکمش الطعن فی النسب، یعنی طعنه زدن در نسب. نسب یک انسان را طعنه زدن، یعنی یک انسان را بگویی که تو را اولادت نادم بود و اولادت نمیشیدنی بود و یعنی یک انسان را در نسبش طعن بزنی، تحقیر بکنی نسب اون انسان را، یا بگوید که اون اولاد حرامزاده است و خلاصه این سخنها بسیار شنیده می شود از بعضیا که اونها را اولاد چون همین طور هستند. این طعن زدنی در نسب است و این از خصلت‌های کفر و از جاهلیت ماندگی هست. انسان باید از این طور تحقیرها و از این طور طعن زدنها دوری بجوید. این اولین خصلت بود که در بین مسلمان ها ماندگی است. این از خصلت‌های کفر و از زمان جاهلیت ماندگی است. اگر که انسان این را حلال دانسته بکند کافر می شود، اما حرام دانسته این گپ ها را بگوید در این صورت گناهگار می شود. باید انسان توبه بکند، زیرا اینکه اگر همین طعنه زدن در نسب های دیگران را حلال بداند و این کارها را بکند، در این صورت انسان کافر می شود و انسان از دین خارج می شود. و دوم و نیاحت علی المیت، یعنی خصلت دومی که در بین مسلمان ها از خصلت های کفر و از خصلت های جاهلیت ماندگی است، این نیاحت علی المیت است، یعنی که نوحگیری و زار و داد و فریاد کردن در بالای مرده، که بعضی ها بر بالای مرده ها داد و فریاد می کنند و سخنهای سخنهای هرخیله میگویند و اظهار ناراضگی میکنند و با این گپ ها ناراضگیشون بیان میکنند از مردن یک خویش و تبارش یا یک نزدیکش. این هم از خصلت‌های کفر و از خصلت‌های زمان جاهلیت است که انسان باید دوری بجوید از نیاحت، از این کار را کردن. و همچنین نیاحت فقط معناش این است که در بالای مرده گریه کردن، در بالای مرده داد و فغان کردن حرام باشد، بلکه بعد از مرده را گوراندن، که بعضی هست که خانه هاشون آماده میکنند و مردم میروند نزد اونها میشینند و با یکدیگر گریه میکنند و داد و فریاد میکنند. این هم نیاحت است، این هم حرام و ناجایز میباشد. چطوری که جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنه میگوید ما جمع شدن در خانه میت و طعام خوردن و طعام درست کردن را جزء نوحگیری به شمار و میدانستیم، یعنی همین کار را که در خانه مرده رفته طعام آماده کردن و طعام خوردن و در خانه مرده جا آماده کردن برای دیگرها را که بیان دیگرها بنشینند، میگد ما در زمان رسول الله، یعنی صحابه و تابعین، اینها همه
این عمل را جزء نوحه می دانستند، جزء نوحه‌گیری می دانستند و این را با همین حدیث رد می کردند و این کار را در خانه های خودشان راه نمی دادند که جای را آماده بکنند و دیگرها بیایند در اونجا بنشینند و داد و فریاد و گریه کردن، چی برای مردا باشه چی برای زنها. این کار را کردن، در خانه مرده رفته طعام خوردن و طعام آماده کردن، اینها ناجایز و نادرست می باشد در اسلام. یعنی که از جزء یک قسمی نوحه‌گیری است، چطوری که جریر ابن عبدالله البجلی را سخنش را بیان کردیم که میگه ما این را از جزء نوحه‌گیری میدانستیم. پس این کار را کردن حرام است. نباید در خانه کسی جمع شوند مردم و نباید در خانه کسی این کار را، در خانه مرده‌دار این کار را بکنند. و تعزیه بیان کردن از اسلام است. و تعزیه بیان کردن چی است؟ تعزیه بیان کردن در راه رو دیدیش، در بازار دیدیش، در مسجد دیدیش، در یک جا دیدیش، برای اون تعزیه بیان میکنی. این از اسلام است و این بگم حق مسلمانی هست که این را ما باید ادا بکنیم. اما رفته در خانه مرده‌دار شیشتن و طعام آماده کردن و خوردن و در اونجا چی مردا باشه چی زنها گریه کردن و این کارها را کردن، این حرام است و ناجایز است و نادرست است. نباید انسان مسلمان در خودش این عمل زشت را راه بدهد و باید انسان هر کسی که این سخن را میشنود یعنی خودش عمل بکند، نگوید که اون دیگرها یعنی باباهامون این کار را میکردن پس ما میکنیم، اجدادم این کار را میکردک پس من میکنم. نه، این نه. وقتی خودت میشنوی خودت این کار را نکن. زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیت 116 میگوید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، یعنی اگر که تو پیروی بکنی بسیاری مردم را که در بالای زمین هستند، حتما اون عمل مردمی بسیار تو را از راه الله دور میگرداند. یعنی که عمل بسیار بگوی مردم این کار کردن من میکنم، پس تو را از راه الله دور میگرداند. این عملت، این کارت تو را از راه الله جل جلاله دور میگرداند. نه اینکه بابی و اجدادت را پیروی کنی در هر آن کاری که اونها کردن، بلکه نگاه کن که آیا بابی و اجدادت عملش رفتارش مطابق به گفته الله رسول هست یا نه. اگر باشد پس پیرویش بکن، اگر نیست مطابق به گفته الله و رسول نباشد پس اون رفتار و کردار بابی و اجدادت را یک جانب بگذار، به گفته الله و رسول پیروی بکن. چطوری که الله سبحانه و تعالی همچنین در سوره یوسف آیت 102 هم میگوید و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یعنی بسیاری مردم اگر هرچند که سعی و کوشش و تلاش هم بکنی اونها مؤمن نمیگردن. یعنی که عمل کردن به قرآن و سنت شایسته هر کس نمی شود تا اینکه الله سبحانه و تعالی اون را توفیق ندهد. و یعنی که الله سبحانه و تعالی هر کسی را که توفیق داد پس اون انسان عمل کننده به گفته الله و رسول میگردد و عمل کننده به طبق شریعت میگردد. و الا بسیاری از مردم در جهل و جاهلیت و در گمراهی میمانند. پس ای انسانی که وقتی که میفهمی چیزی را از اسلام، اول خودت عمل بکن، به خاندانت برسان، به اهل و بیت و خیش و تبار و یار و دوست و رفیقت. با همین طریق میتوانی که دعوت شرعی را شروع بکنی و برای دیگران برسانی. پس در آخر گفتنی هستم که نوحه‌گیری حرام است در اسلام، همچنین شنیدن نوحه‌گیری هم حرام می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نوحه‌گیری را، یعنی بعد در بالای مرده رفته با داد و فریاد کرده، گریه کردن و ناله کردن بالای مرده را رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی است و نفرین و لعنت فرستادگی است بر زنهایی که بر بالای مرده می روند و نوحه خوانی میکنند و ناله میکنند و همچنین کسانی که اون زن را گوش میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت و نفرین فرستاده است. پس از این عمل زشت و بد باید مسلمان دوری بجوید، باید دور باشد. پس این بود باب حرام بودن طعن
و طعنه زدن در انساب و نسب هایی که ثابت است در ظاهری شریعت. با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب النهی عن الغش والخداع، یعنی باب نو در مسئله غش و خداع است، یعنی در مسئله فریبکاری و نیرنگ بازی هست. غش و خداع، فریبکاری و نیرنگ بازی همچنین در اسلام منع و نادرست و حرام می باشد که باب نو در این مسئله امام نووی رحمه الله آیت و حدیث ها را برامون تقدیم می کند. این باب نو را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.